انگل انتروبیوس ورمیکولاریس یا همون اکسیور. کرم ماده بالغ و تخمدار در چینهای دور مقعد یا ناحیه پرنال تخم ریزی میکنه. عفونت بیشتر در کودکان اتفاق میفته به صورت مطفوی دهانی، چون ناحیه مقعدشون خارش داره. موقع خاروندن دستشون آلوده میشه و موقع خوردن آشامیدن این تخم‌ها وارد سیستم گوارششون میشه. لاروها در روده کوچک از تخم خارج میشن و کرم‌های بالغ در روده بزرگ مستقر میشن. کرم ماده بالغ شبانه در چینهای مقعد تخم ریزی میکنه. روش تشخیص اونم نوار اسکاچ یا سوپ مقعدیه. اینجوریه که یک تیکه چسب به ناحیه پرنال یا مقعد افراد مشکوک میزنن و اون زیر میکروسکوپ بررسی میکنن. تخم‌ها حالت شفاف، کشیده، بیضی نامتقارن دارن، یعنی یک طرف اونا صاف هستش. و اینم شکل‌های مختلف انگل بالغ. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. حتما نظراتتون رو برام کامنت کنین.